روی راست میگویم. با خرافات دولت ترقی نمی کند. تمام مردم ما رو بیاریم بینید دولت هایی که در دنیا ترقی کرده و پیشرفته هستند از لحاظ علمی تکنولوژی کجاها در همه ساحات، اما در کجا قرار داریم؟ 90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیا و دیگرها آب ریخته ایستادیم، بایگری ما بیرون رفته ایستاده است. ابونه من تحلیلات دارم دولت هایی که بعضا سبزوات ندارن، حتی آبی آشامیدنی ندارن، عقل پیشرفته، سواد، خب تکنولوژی اختراع کرده. بزرگترین دولت های دنیا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تکنولوژی محتاج به کسی نیست. البته خرافات هم کوشش میکنند. امروز بسر ما 4 بار نکرده ایستاده، کوشش میکنند که ایدئولوژی غرضناک خودشان را بار کنند. کجا میره به ایدئولوژی؟ کجا؟ کی رفته است؟ نشان تکنی؟ در خود هر یک دیه، در هر یک نایه، هر شهر بینیتون آیلایی که هنرمند هستند، آیلایی که دانشمند هستند، آیلایی که نفرهایی که صاحب کسب و هنر هستند چگونه زندگی دارند؟ چگونه زندگی دارند؟ و آیلایی که بی سواد است، آیلایی که نفری که کسب و هنر ندارد چی زندگی دارد؟ در کجا میگردد؟ کدامش خوب است؟ خدای تعالی هم گفته است، فرموده است که بنده را حذف کردم نه بر روز سختی. عقل داده است، دست داده است، پای داده است، چشم داده است. کار فرما، زندگی تا پیش بر، از این دنیا یک بهره بر. ما امروز به جشن 35 سالگی مراجعت کرده ایستادیم مردم ده. اگر هیچ قوتت نرسد خانه و در خودت تازه و آزاده کن، ساز خانه و درت درست کن برای خودت فرزندات، جانت کمی راحت کند، بهره بر از این دنیا، از این زندگی. خدای تعالی هست نکرده است برای مردن، برای زیستن.